سلام، خیلی خوش اومدین به چنل من. امروز خیلی سریع و ساده قراره یه اسکرانچی خوشگل بدوزیم، پس با من همراه باشید. شما برای این کار از همه نوع پارچه میتونید استفاده کنین. من اینجا از یه پارچه ساتن آبی رنگ استفاده کردم و اندازه هاش هم که توی تصویر کاملا مشخصه، 10 در 56 سانتی متر و اندازه کشش هم 23 سانتی متره. حالا شما میتونید، میل خودتون هست، هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید انتخاب کنید. طول و عرضش به خودتون بستگی داره. در این قسمت یه سر پارچه رو به اندازه 1 سانتی متر تا میزنیم و بهش از اون سنجاق ته گردو میزنیم و میبریم برای دوخت. دو طرف پارچه رو روی هم میذاریم و آماده میکنیم برای دوخت. خب در این قسمت شروع به دوخت میکنیم. ابتدای دوختمون یه دوخت رفت و برگشت میزنیم برای محکم شدن کارمون و خیلی تمیز و آهسته شروع به دوخت میکنیم. بچه‌ها دوخت این اسکرانچی ها خیلی راحته و حتی برای کسایی که مبتدی هستن هم خیلی راحت میتونن بدوزن، حتی میتونن ازش خیلی راحت کسب درآمد کنن. خب دوختمون رو انجام میدیم تا به انتها. در انتها هم یه دوخت رفت و برگشت میزنیم برای محکم شدن کارمون. دوختمون رو با درز 1 سانت میدوزیم. هیچ عجله‌ای نکنین، خیلی راحت و آسون هستش. این حتی کسایی که برای اولین بار دارن با چرخ خیاطی کار میکنن، با این روشی که دارم بهتون آموزش میدم خیلی راحت میتونین از این اسکرانچی ها بدوزید و کسب درآمد کنید. حالا یه دوخت رفت و برگشت هم میزنیم برای محکم شدن کار. حالا این کشمون هستش، یه کش 23 سانتی هستش. ابتدای سنجاق به یک سر این پارچه که دوختیم میزنیم برای برگردوندن کارمون و با این سنجاق خیلی راحت پارچه به رو برگردونده میشه. بچه ها اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید برام تا براتون آموزش های جدید هم بذارم. در این قسمت سنجاق رو از پارچه جدا میکنیم و در این قسمت پارچه رو قشنگ صاف میکنیم و آماده میکنیم برای روی کارمون. رو یه اتو میزنیم. اتو زدیم به کارمون و در اینجا دو سر کش رو بهش سنجاق میزنیم. یه سنجاق رو میزنیم به یه سر پارچه و با یه سنجاق دیگه هم کش رو از درون پارچه عبور میدیم تا به انتها برسیم.
نظراتتون رو برام کامنت کنید و به هم بگی که چه آموزش‌هایی رو دوست داری که بتونم تو کانال براتون بذارم. در اینجا به انتهای کار میرسیم. 2 سر کش رو به هم دیگه میبندیم، سنجاقا رو جدا میکنیم از پارچه و کش ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. اضافه های کش رو قیچی میکنیم و اگر ریش ریش شده بود با فندک قسمت هایی که ریش ریش شده رو میسوزونیم. بعد یه قسمت پارچه رو از اون قسمتی که تو داده بودیم میدیم داخل پارچه و از روش یه دوخت میریم. بچه‌ها تا اینجای کار اگر از این آموزش خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید. در اینجای کار بعد از اینکه فیکس کردیم پارچه ها رو یه دوخت میزنیم و کارمون تمام میشه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. مرسی که همراه ما بودید.